ба канали Шаҳноз Медиа обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед. ман танҳо як домод дорам. маро танҳо домоди худам наҷот медиҳад. домодҷонам. خشتامن بوسه کنم. شما نغزمی درست می؟ شوکت؟ جنگاور شوکت بوده است؟ شوکتم ها همه نشنا می رسید. جنگاور اکه شوکت بوده است؟ کنی بینم؟ ای اکه شوکت این کار با تو میزه باد. ای بسته هر دوی شما کی؟ قادر گوش کن. هر دوی اینها یک جای شده فکر کردند که ما را فریب میدهند. استغفرالله، در شب روشن تهمت میکنند. این درست است هجری؟ نه مایدچم، حاضر میفهمونم. چی رو میفهمونی؟ کنی نقل کن، چی رو میفهمونی؟ کوکو خب کنین بینیم همه آدم چی میگفته باشه. تمام او هیری با خدا گپ ندارم. همه کسی خاموش باشه ایره یا آدم میفهمونه. سیم آدم ما خودش میجای. سمی چرا مرا فریاد دارد آخر؟ یا خدای توبه. لبای شام بخیر به همه. اپای چمن جان بابای قدیر شمیچه چخیل. این جنگاور شوکت بود است مگر ها؟ چی شد باز ها؟ من نفهمیدم موندم. باز جاروب بچه ها را بود دسترشون با جاروب نزن که بیعقل نشوند. نه با کجا زد؟ همینجا؟ یعنی این طرفه بتخلی میخپم. ام خی سوخته کدیسته؟ یا خدای توبه. چی میخندی؟ همه خنداوره بیعقلی تو؟ نجای من میبودی که چمن ادو جارو بود میزد. انا با میدم حالتا. مایلش اینو برای هجری دیرم سوخت. با خدا. یعنی سنم نامزدی رو برهم داد. برادر چخیل آدمی خوب هستی. از دلسوزی بسیار مثل شام سوخته رفته استی. چخیلی دلسوزی ایقه میخندی. چیکار کنم؟ خنداور است. خنداور میگوده؟ خنداور خودت. یک افتی خونو که آینه به نگاه کن. افتی خونو که درگوه. یک بار خطه بین با مرا بخند. چی شد از به حال من؟ تو چیکار کردیسته؟ ای چی حاله؟ میگه که باید زینب رو نجات میدادم، رفته عالم رو نجات دادم. این حالت رو زینب دیده رشک برده است. زینب با این رشک برده باز زبید با زینب رشک برده است. رنگی کینوی ایندیس که کدیسین که چی در داری تو؟ چی در دارم برادر؟ همش رو نقل کردم کو. مرا گوش کن. تو هم زینب دوست میداری چی؟ بس کن. چرا دوست میداشتم؟ من تنها زهرایم رو دوست میدارم. بیا سفسطه نگوه که دوستش میداری ها؟ شوکت بس کن آخیر. در اصل تو گناهگار نیستی برادرم. دختر زیبا است آخیر. شوکت من زهرا را دوست میدارم، تو نمیفهمی. دختر چی خیل کرده باشد که موفق شده است؟ با چی موفق شده است؟ از قلب تو نام زهرا را تازه کرده به جایش نام خودش را نوشته است. نه چخیل نه بدبخت که ادبی گاز زدم خیال تا که من ترا نفهمیده استم. زهرا میگی میری او شگاب میپرتویا. چی میگویی شوکت بی عقل؟ چی میگویی؟ کشک برادر میگن دشمن شکروار میگه دوست تبروار. دروغ گفتم؟ من دروغ گویم؟ دروغ است. در دل من غیر از زهرا دیگر برای کسی جای نیست. این را فراموش نکن. ابراهیم شاه خیلی برای چی نمیکوی زهرا را؟ میدونی که زنده چی من نمیکوی؟ چی خیلی جستجو نمیکنم؟ مگر به خاطر زهرا من با این لباس داملاگی صبح و شام نمیگردم؟
خیر چی شد؟ این لباسو فایده کرد مگر؟ چی شد؟ یگان نتیجه داد؟ دختر رو پیدا کردی؟ پیدا کرده توانستی. این فکری کی بود آخر؟ فکری تو بود، به یادت بیارم. ای روسیا، این لباسا را که بباری من که اون لباسایی که امچی دزدیم که او با برکه بود، همه را میپوشیدی، زهرا خودش میافتد. شوکت، زهرا مرا چخل میابد، چهرم عوض شده است، او حتی نمیداند که من زنده ام. آخر من هم همین را گفته ایستادم ابله. او چخل تو را میافته است، تو باید او را یابی. تو چخل کلاس هستی؟ کلاسی که من میشناختم رفته اون دختر را میافت. شوکت، برای زهرا را یافتن اول باید دختر نقابدار را یابم، چون که زهرا دختر نقابدار است. برادرم این خیل باشد، رفته دختر نقابدار را یاب. شوکت، مثل بی عقل ها گپ نزن. پس از مردن اژدها دختر نقابدار ناپدید شد. شاید که به خارجه رفته است. شاید نرفته است، در همین جا باشد. تو از کجا میدانی؟ برای آنه که دختر نقابدار را پیدا نمایم باید کاری کنم. ولی چی؟ زینب بدز برادر. زینب اگر دختر نقابدار باشد، زهرا دختر امکشه که البته برای نجات دادنش میآید. شوکت، سفسطه نگو. آن ابله ها زینب را دزدیدند. دختر نقابدار آمده زینب را نجات نداد کو؟ راست میگویی. یعنی که زهرا زینب را دوست نمیدارد. یک ثانیه. وقتی که کمال سیاه ملیس را دزدیده بود، ملیس را دختر نقابدار نجات داد. درست میگویی برادرم، لیکن زهرایی که من میشناختم کو ملیس گنده شو میدید. از این معلوم شد که او برایش عزیز است. بخدا نمیدونم. خیر که چیکار میکنی برادر عزیز؟ دختر نقابدار، یعنی برای زهرایم را پیدا کردن ملیس را میدزدیم برادر. ابو. بله. ملیس رو؟ بله. ملیس، اکنون با مشتی راست مرا بزن. زینب، ملیس نگوی که کمال سیاه شنود میفهمد که ملیس هستم. آخر حافظه او در جایش نیست کو؟ راست آخر. دستم. ای خوب هستی جناب؟ آخر زینب دستم رو شکستی. ای نوز نکن ملیس آخر. کنی بگیر نوبتی تو است. تو برای اول بسیار خوب تیزیات گرفتی. البته زیبایم، ما چی هنرهایی داریم اگر دانی. یا ملیس، کنی بیایی ادامه میدیم. زینب، این جنگ رو با من خوب بیاموز که کمال سیاه رو به زمین یکسان کنم. آخر او مرا به یاد نمی آرد. این یک سو ایستد و من با او محقول نیستم. یک فکر کن، با او محقول نیستم. برای همین او رو باید بسیار سخت بزنم. تمام، این خیل باشد بسیار سخت مشق میکنیم. بله. یک لحظه تلفنم زنگ میزند. یک دقیقه جانم. لابال. الو، شام بخیر ملیس. شام بخیر کمیسر مراد. بخیر است؟ چیزی شده است؟ بس صدایت چی شده است ملیس؟ شام بخیر کمیسر مراد. چیزی شده است؟ نه چیزی مهمی نیست. من به تو در مسئله دختر نقابدار زنگ زدم. دختر نقابدار؟ بله، وقتی کمال سیاه تو را دزدیده بود دختر نقابدار نجات داد کو؟ بله. وای، گفتم که پرسم به نزدیکی دختر نقابدار را ندیده بودی؟ نه، او را ندیدم. فهمو. خب مایلش ملیس جان، تو رو ناراحت کردم، میبخشی. شام بخیر. شام بخیر. یا خدایا، کمیسر مراد چرا از من دختری نقابدار را پرسید؟ کمیسری بیشرم، حالا هم از پسی من است. حاضر کمیسر رو به خود و شخ کردنم خطرناک است، ولی آن عالمی شیطانچه رو از بری او دور کردنم از همه مهمتر است. خیر، چیزی شود. بیا مشکمان رو ادامه میدیم. کنی؟ کنی به شکم بزن؟ شتا، حاضر. میزنم. شیمم درید آخیر. چی؟ کنی ایست بینم؟
آخر زینب نخند سوزن و رشته بیار. این حالو هم خانیده ایستاده هستی. یا خدایا توبه. از میلیس پرسیدم هیچ چیز را نمیداند. اکو چیکار میکنیم برادر؟ چیکار میکنیم؟ پگاه اولین کاری که میکنیم میلیس رو میدزدیم. برادر من یک سوالی بسیار مهم دارم. ما میلیس رو در وقتی عدنان جسور بودنش میدزدیم یا در وقتی میلیس بودنش؟ شوکت چی فرق دارد آخر؟ هر دوش یک آدم. تو هم آدم عجیب هستی. یا خدایا توبه. آه زهرا، وقتی که میلیس را میدوزم تو هم پیدا شو. حالم را بین. برای مرا شناختنت با لباسی دامولاگی سیر و گشت دارم. قربانت شوم. آشکار کن خودت را آخر. چقدر کی گپ زدی سای؟ توبه استغفر الله. امروز روزی شادی امانه نامزدی حضوری بر هم خور بسیار شاد هستیم. هیچ کس نشنویده نمانه نامزدی میمون سنم و حضوری بر هم خورده است. حضوری ایمانه چرا نامزدی حضوری و سنم ویران شده باشد؟ از پشت جنگاور ویران شده بوده است. جنگاور؟ آه جنگاور، آه جنگاور، آه تو چه خیل آدم هستی ها؟ مگر مرد بین دو دوست داشته میده راید؟ تو نامرد هستی مگر به هجری بسیار عیب شده. بیچاره این بچه بسیار غمگین شده است. بله اکا، بله. جنگاور، تو یک به دست من افتی بابت میکنم. رفیقان، هر مشتی که به هجری زدن گویا به ما زدن. بله. کنی رفته اونجا سور را بیارید. شد دامل مراد. کمیسر مراد، کمیسرم. بفرمایید دوکو جان. امر کنید کمیسرم. در اینجا یک سوال اجوره. کمال سیاه در اینجا نباشه با قپا. سوال خوب. بچه ها چرا شما از کمال سیاه میترسید؟ تنها میلیس را دزدیده به اینجا میارید. باید دختر نقابدار رو یابم. کنی روید. رفتیم سمی. من اینجا باشم نترس. شوکت، ما چرا میلیس رو میدوزدیم؟ کاری چی اوکا؟ هر جا ببینی پچقتن نخلان؟ اما با پیش. چی نگاه میکنی ها؟ باستگی شتا نکنم. گم شو. نرموده چه؟ باز این ابله مرا نرموده میگوید. کنیست؟ شما کی هستید؟ چرا پیشی رو هم رو گرفتید؟ این پهل بزرگی کردسته. ببین اکا چی میگوید. بیا آنجا بیا نگوید. ایستا کدام ایستا ساری پامان نگو رزید. اینجا بیایید جزایتون رو میدهم. ایسته ناعهده براها. یگان کار از دستتان نمی آید. یک میلیس را دزدیده نتوانستید آخر. کمیسرم بخشش همین سر در خدمتوی مسلم کمتر پر خورده. برایم دویده نتوانستیم. کمیسرم این دفعه نقبیدیم، دفعه دیگر میقپیمش. آخه چیه قضیقی؟ سمی بیا بریم بقپیمش که نسلنش پری. او را دستگیر کرده میاریم. روید تیز گم شوید. یک بار دیگر رو برویم جزایشان را میدهم.
کانیستو السلام علیکم کار شما نغمه؟ باز شما هستید ها؟ باز ما این دفعه کمال سیات هم دیگه ترای دست خلاص کردن نمیتونه. من چرا از اینها میگریختم آخر؟ مشق هایی که از زینب آموخته بودم اینجا استفاده میبرم. خودتون خواستید آخر. لبت کو؟ آی کلین 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 کمایا کلین اینجا نیفه لطبسم در دروازتون آچا من رایی کنم خانتون. اگر تو من رزنی من خفه بلمن شما مرا مسخره کرده ایستادید ها؟ چه؟ هوا یفتی او دار بیدیم شکار چی شد برزگام ها؟ بازدوری میکنید ها؟ چی شده؟ کاش این حرکت رو نمیکردم باز دارید. همش از پشت شما شد افلاس ها. شما روزتان رو میبینید کن یک بار دیگر روبرویم برایت. انا با شما کنی خزید شوکت بخیز در جایگاه خودمون بخوابیم. خزید از جایتان. بسم الله کنی خیر آی سرمی از این حال مردنتان بهتر است. نخواد ملیس شما را زند. به خدا همینجا همه ما را میزنه. خیلی اشده بودیش که پشت ما مساج نکرده بود. نه این خیلی نمیشود. یکم چیزی دیگر باید فکر کنم. دیدی ما باز شطه خوردیم. بگیریم تشکری زیاد. فاتیه گشت. بگی یگان تای دیگر بگی خواهران بگی. تشکر روز بخیر میلش نظمون بنوشه گیره بگی بخوا بسیار بمزه. مادر اکم برای نامزدیش بر هم خود است چقدر زیغ شده است میدونی خودت. تو چه خیلی خوشحال میشوی. همش میگذره دخترم تو چه خیلی دانشگاه میخونی؟ فقط گپای سبسته میگوی کو؟ نخی خیل؟ مرحمت بگیرین فاتیه ما برهم خورد. مرحمت. تشکر زیاد. آشه چوا. سنم ممکن است گپ زنیم؟ سنم لطفاً آخر جانم سنم لطفاً یک روی اطرامون گپ زنیم. این مسئله ها رو میتوانیم با صحبت حل کنیم. آخر اکنون دیگر هیچ چیزی نمانده است که با تو صحبت کنیم میجری؟ چه خیلی نمانده است. نمانده است آخر. چی یعنی همه چیز تمام شد مگر؟ بله تمام شد. دیگر نامزد نیستیم ما. چه خیلی تمام شد است دختر. تا من تمام نگویم هیچ چیز تمام نمیشود. فهمیدی؟ هجری؟ فهمیدی گفتم. تمام هجری شد. آرام شو. بگی دست آرام نمیشوم. هجری توی خیلی نبودی؟ تو مرا همیشه دستگیری میکردی؟ دستگیری کردم چی شد؟ تو مرا همیشه دستگیری میکردی. دستگیری کردم با بالای سرم برآمدی. هجری؟ چی؟ هجری تو آدمی آرام و با عقل بودی کو؟ آخر چی شد با تو؟ طاقتم را طاق کردید. خودت از یک طرف، مادرت از دیگر طرف، پدرت از دیگر طرف. برای پدرت آنقدر تخم بریانی با حسی پختم که وقتی میخورد همش خوب بود.
حاضر باشه جنگاور دامادم. تمام هجری تمام. تو آرام شو. چلیک درست کن. هجری چرا داد میزنی آخر؟ دست درست کن. تمام درست میکنم. انا با اینش درست کردم. سلام دستتو نلرزان بیزار کردی. راست است تو. این انگشترینه چلیکت نبروری فهمیدی؟ عصبی هم نکن، دیوانه هم نکن. حیران میشوم. بیگاه آمده تو رو به خوراخوری میبرم رو فهمیدی؟ لباس های ساز پوشگری خیلی بوسپوچیت را نبینم. یا خدایا یا رسول الله، چه خیلی نامزد نیستیم سنم، مگر از پشتی همان کار نامزدی بر هم میخورد. کنی یک روی نکن، دستت رو دراز کن آشتی کنیم. زورا نکن هجری، این انگشتری رو به انگشتم نمی اندازم. اما چه خیل اما؟ چه خیل؟ من با تو چند بار گفتم که من رو جنگاور نه تو باید نجادی، ولی تو چی کار کردی؟ من گوش کردی؟ نکردی. از جنگاور دلگیر شدم منی. جنگاور سنمم، زیبوچه‌ام، مایدچه‌ام. کنی دستت رو دراز کن. دراز نمیکنم. دراز کن مایدچه‌ام. اوف، نگفتم که آخر. ایگم شب چی گپ هست؟ ناز و نوز را ببین. ای سیره می دیو نگذروندی. چی؟ تو با من چی گفتی؟ چی گفتم؟ تو با من گفتی که از سیره می دیوانه دیده دیوانه تر هستی؟ همین خیل گفتم. نه نگفتم. سنم کجا رو نگاه داری؟ سنم شوخی کردن میخواهی؟ شوخی میکنی همین خیل نه؟ فقط به سرم نزن که درد میکند. سنم کنی اینجا بیا. تو چه خیلی جوان مرد هستی، من رو با جنگاور میدهی؟ سنم درد میکند. اینجا بیا. سنم التماس. در کجای نباشم از پیشمان جاروب میبراید. استاد یاردم کن التماس. هجری با اینجا بیا. هجری در کجا هستی؟ با اون طرف رفت. هجری وای رو ببینه گویا دشمنش رو سر دارد. هجری اینجا بیا گفتم. ای استاد اگر دانی با سرم چی بلاهایی ناومد. میدونم هجری، میدونم نامزدیتون برهم خورد. بسیار زیق شدم. استاد دختر نامزدی رو برهم دیت جایز باشد. هجری این را سوال کرده ایستاده حاضر؟ نه جوابش رو میدونم، لیکن برای چی باز پرسیدم؟ البته که جایز نیست. یعنی همش از پشت جنگاور. از پشت جنگاور؟ برادر آخر جنگاور خودت هستی؟ راستی که پس خودم غضب دارم استاد. آه هجری، تو خاندار شده نمیتوانی. من باشم زهرایم را نمیابم. چی میشود این احوال ما آخر؟ خوشبختی نصیب ما نبود است آشنا. هم خیلی نه هجری؟ استاد یک سوال پرسم ممکن است؟ چی؟ استاد در مسجد سلفی کردن جایز باشد؟ چخیل؟ استاد صبح بعد از نماز بامداد جماعت همه جمع شده سلفی کردند، از آنجا بیادم اومد. هجری دوست داشته‌ات نامزدی را برهم داده است، تو حالا هم سوال میپرسی؟ جایز باشد استاد؟ معلوم که راهی خلاصی نیست. تو گفتی که امروز جماعت بعد از نماز سلفی گرفتند هجری؟ بله استاد. جماعت کاری بیاید جمع شود، یک عکس خاطره بگیریم. هجری تو هم بیا. اکا جوهر چیکار میکنی؟ سلفی گرفته ایستادت، بیا تو هم. هجری تو هم بیا گفتم زودتر. کنی همه نگاه کنید. کنی
ببینم. یعنی باز یک بار دیگر بگیریم. بسیار بهترین. میدانی چرا این عکس رو گرفتم؟ و برادران مومنی که به نماز بامداد نامدن میفرستم تا اینکه ببینند. فرستار روان کن ببینن چقدر ثواب را از دست دادن. خب ببینم شد. خدا قبول کند. خیر خدا قبول. خدا قبول. نقص بوده. گوش کن هجری. در این مسئله عالم‌های مشهور اسلام با هم اختلاف کردند. بعضیشان میگویند که در مسجد سلفی گرفتن جایز نیست، چون که در دین ما باید عبادت مخفیانه کرده شود. افضلتر است که به اطراف نشان نداده انجام دهی. ولی بعضی از عالم‌ها گفتند که در مسجد سلفی گرفتن برای هوسمندگردانی مومن‌ها خوب است. شما چی میگوید استاد؟ آخر هجری، من باید زهرایم را یابم. باید او چون دختر نقابدار به میدان براید. استاد، انشالله خدا شما رو به دوست داشته‌تان در کوتاه‌ترین مدت میرساند. آمین. خلاصه چی میشود؟ هجری، خلاصه این که در مسجد سلفی گرفتن جایز نیست. جایز نیست. خدا از شما راضی باشد استاد. از همه‌مان هجری. کمی زهرا، نقابت را کش. التماس پیدا شو، قربان چشمانت شوم. صنما، از پشت جنگاور شده نامزدی رو برهم دادی. استاد، من به خانه صنم همچون جنگاور می روم. با آنها می گویم که دامادی آنها نمی شوم و جنگاور رو به دامادی قبول کنید می گویم. نقشه خوب هجری، نقشه خوب. از جارب ها احتیاط شو. وضعیت را با من هم خبر ده. فهمیدی؟ تمام استاد. جارب گرفتن خبر می دهم. خبر ده میشکنی. میلش. خیر میلش بیرم. من هم رفته نقشه دزدیدن ملیس را از نو فکر کنم. طب عادی میگوید که حافظه او بر نمیگردد. انشاءالله طب الترناتیوی چاره ای را مییابد و نجات مییابیم. انشاءالله جناب عظمی. ما کمال بالا این او هست. حافظه او گم شده است. بفرمایید. پسرا ناخلف. پسرا یا خدایا انشالله حافظش برمیگردد. التماس آخر خواهش میکنم. جناب طبیب، حافظه ای پسرم کمال را برگرداندن میتوانید؟ این خیل او را خانه‌دار کردن نمیتوانم. در یگان جا هم کار کردن نمیتواند. پدر وایما نکن، وضعیتم اونقدر هم بد نیست. خاموش است بی تربیه. نمیبینی من با طبیب صحبت دارم؟ جناب طبیب، حافظه ای پسرم را برگرداندن نمیتوانید؟ شد احمد، شما پروا نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی وضعیت اینقدر غیر امکان است طبیب؟ این خیلی می شود مگر احمد؟ ما الترناتیوی تیپ را میسازیم، آخر ندارد. من حاضر یگان چیز دیگر آماده میکنم. تمام. من حاضر حافظه تو را خوب تازه میکنم، بعد میبینی. کارهایی که به دادرم کرده بودی بسیار سخت جزایش را میگیری.
марҳамат гиред амак. раҳмати калон табиб, ташаккури зиёд. беморамон субҳ нисфи рӯзӣ бегоҳ дар шиками сер як қушук мехӯрад. таъсирашро дарҳол хоҳед дид. дар шиками сер як қушук? раҳмат табиб. рафтем кани рафтем бетарбия меравем. ташаккур, фаҳмидам. як қошуқ. مثل تو دنیا ندیده فصل عشق ما رسیده. ана омадӣ ҷаноби домулло. ҳозир туро ба худам ошиқ карда аз он олам гуфтани шайтонча халос мешавам. зиндагиам рангоранг шавад. мурод ҷон, ту ба курсии хато нишастаӣ. ман барои ту ин мизро омода кардам. туро ба он ҷо даъват мекунам ҷонам. марҳамат. ҷонам? биё лутфан. майлаш? агар хоҳӣ бароят ягон чизи дигар ҳам меорам ҷонам. не лозим нест, аммо ҳамаи ин ба чӣ хотир аст нафаҳмидам. аммо мурод ҷон, яъне ту дишаб барои ҳаёти маро наҷот додан кӯшиш карда будӣ. ман барои ту як супона омода кардам. зиёд аст магар? ай чиркин шудааст. тоза кунам? хуб, вале ман дишаб ҳаёти оламро наҷот додам, ту маро ҷанг кардӣ Зайнаб? ай ин либоси домуллогӣ чӣ қадар ба ту зебидааст. мошаллоҳ, чашм нарасад. ба хайр аст? амалиёт ҳоло ҳам давом дорад? бале давом дорад. хайр, ҳеҷ гап нест ҷонам. бигзор амалиёт идома ёбад, чунки ту бо либоси домуллогӣ ҳам бисёр зебо ҳастӣ. гарчанде ту чизе ки мепӯшӣ мезебад. чӣ шудааст ба ин духтар? вай ташаккури зиёд, миннатдорам. мурод ҷон, ман барои ту баъд аз субҳона қаҳва омода мекунам. чӣ хел қаҳва мехоҳӣ? кам шакар ё шакараш миёна бошад? ин духтар ниҳоят ба ҷозибаи ман тоқат накард. маро гап дода истодааст. вай камшакар бошад ҷонам. шуд ҷонам. ба ӯ нигоҳ кун. фикр кардааст ки ба ӯ ошиқ шудам. бо ту чӣ кор мекунам комиссари бешарм? мақсади ман он духтари шайтончаро боб кардан аст. ҷаноби мурод, либоси домуллогӣ боз ба шумо зебидаст ко? субҳ бахайр. амалиёт боз ҳам идома дорад? агар намеомадӣ намешуд ҳа? барои ҳаётамро наҷот доданатон барои шумо ҳадя гирифтам. ҳадя гирифтед? бале. خانم عالم لازم نبود زحمت کشیدید. این بسیار تحفه زیبا است. زیبایی شما را نشان می‌دهد. تشکر زیاد. سلامت باشید. این ساعتی دستی است؟ 1 دقیقه است. منتظر شو.
مراد جان، در اصل سایت دستی اینجاست. یعنی مراد جان، جانم، دیشب آخر حیاتی مرا نجات دادن خواستی کو؟ مراد جان؟ مراد جان، تو اون قطی رو یک سو گذار جانم، یک سو گذار. انا این رو بگیر. دخترها لازم نبود آخر. یا خدا. این رو بگیر مراد جان. نه جانم، این رو بگیر. این رو هم بگیر مراد جان. نه این رو بگیر. این رو هم بگیر. این رو نگیر. در اینجا چی گپایا؟ نه این رو بگیر. بگیر. اینها رو بگیر. ما هم میگم چی با من طوفان نمیتنه؟ اینش رو هم. چی با من یکم کس دوست نمیدارم. من طوفان را دوست میدارم. من میسانم. اینها رو بگیر. من طوفان را قبول کرده میتونم. اوه دلم میزنه. برای چی همی دخترو فقط در طوفان میتنه؟ چی میدونم همکار، یکی خودم را در بین قطی ها دیدم، هیچ چیز را نفهمیدم. گوش کن مراد، این جوابی سوالی من نبود. چرا آخر؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ چرا مراد؟ چرا؟ کو گپ بزن؟ برای چی دخترا افتی خنه که ترا انتخاب میکنه ای مرنه ها؟ میدونی چرا؟ جاذبه نداری. دخترها مرا دیده طاقت نمیکنند همکار. یه برگوشن. عصبم ویران کردی. خطا داملا میگیری و زینب ده نزدیک نشو برادر. فهمیدی مرا؟ من چیکار کنم؟ او از پسی من دور نمیشود. در عصبم نرس. مراد آینده در گری شری زن کلونه. ای شاینه زنش میترسه. ای زینب دور باش. اگه بفورد که زن کلونه نشه به خبر عالم ببیره بگی. آخر نمیدونم. عجبا از بین هر دویشون یکی را انتخاب کنم چی؟ لعنتی. کو بگم تو چه خیلی دختر معقوله ها؟ با تو چی همکار؟ بچه جواب ترا چه خیلی دختر معقوله ها؟ توبه استغفر الله. گوش کن اولم ببین، من فهمیدم بین تو و مراد چی گپ است. بسیار خوب به هم میزیبید. خدا خوشبخت کند. ولی مراد را خوب بشناسم. او آدمگری نداره. گنده آدمی پسته. بیماری روحیه. فقط به یاردم تو احتیاج داره عالم. میدونی چی؟ مراد گنده به مهر محبت تو احتیاج داره. باید یاردمش بکنی. خوب لیکن نمیدونم با او چه خیلی یاری کنم. گوش کن عالم ببین. مراد عروسای زمانه بسیار خوشش میآید. میفورش. اینا با نزدیکی سلسله فیلم هدایت هم تمام میشود. یک سریال زوری دیگر را ترجمه کرده. نامی سریال نامان عروسی زمانویه. بعد خطرناک اما عروسی زمانوی که زوری بد میشود. آخر شما دوستی نزدیکش هستید، میدونید با جناب مراد چه خیلی آرایش و نبودی لباس معقول است. گوش کن عالم ببین مراد کرتای سرخ تاجیکی را بسیار دوست میداره. ناخونه دارن این ناخونه پیشک باشه بسیار بسیار معقول شد. چپاتی های منظری پیش مسجد مهکلان بسیار دوست میداره. فقط رنگ چپاتی های منظر به پس دلش به دست میاری با مزن. بعد قشوت اوسما بکش روتش شپکلیوفکا کن. مراد دخترای که روشون شپکلیوفکا دارن بسیار دوست میداره. موی سر جنگیله را دوست میداره. برای همین موی سر تا جنجک بکه که مراد ببینه کوکی سرش بکنه. بعد مراد دخترکا یوبکا پوش بسیار میفوره. میدونی چی؟ اوقات دوست داشتنش قروتوه. قروتوی برکت باشه، با برکت باشه، گوشت داشته باشه، همین قدر چیز باشه دلی مراد میای. کنی میبینیم چیکار میکنی؟ جنابی سپای لبای تشکری زیاد. صد فویزه. شد خیر باز گپ میزنیم. شمسی بچه مجیده آدمی نمیشیدنیه. روزی دراز در ماشین بزرگه زنگ نمیزنه. اورامان همکار چی شد از بین دخترها من نفهمیدم. نمیدونم از این گپا خودت با خبرتری. بابایشون با همو میپرسی ها؟ یا خدایا توبه. نکی مراد سالد رنگی ساله منانه. پدر بیا باشی. دکتر عزیز خاموش باش.
چی شد پدر؟ کمال بالینسا بردن دکترها چی گفتن؟ حالش جور میشه؟ دکتر دارو آماده کرد. از آن صبح و شام یک قاشق میخورده است. نازیه یک قاشق بیار دخترم. یک لحظه پدر جان آمدم. کانی خور. چی شد؟ همه چیز را با خاطر آوردی همین خیلی نپسرم؟ تو کی هستی عمک؟ چکار میکنی تو ها؟ چی میگویی؟ من پدری تو هستم. پیشری ناخلف. راست بس رنگ نورمدی کجل رفتار نکن. تو خاموش باش بهتر بیا. خودت رو حرمت کن عمک. مگر من پدرم را نمیشناسم؟ کمال به عقل چی خیل گپ زده ای پدر تای. من تو رو چی خیلی که میشناسم؟ ای خب به عقل بد نشم. ما کد میشم دیوانه. تو کلتکیلسی. کلتکیلس هستی تو. کلتکیلس؟ چه خیل کلتکیلس آخیر؟ نه آخیر حافظه این تماما گم شد. تو کلسی که پدرم را دیوانه کرده بودی همونی. آروم شوید بس. کمال برادر کمی آروم شو. آخیر نشناختی من دوستت عدنانی جسورم. مادر؟ مادر؟ نه. آها سر این تماما کار نمیکند کن. این دارو با او فایده نکرده است. سری او را باید فرمت کنیم آخر این خیلی نمیشود. پدر؟ پدر؟ آخر پدری تو من هستم بیا تربیه. همینی داخلم من هستم. پدر خودتون به دست بگیره. نکت بیزار کردی قطعه حافظت. پدر دستت را بوسه کنم. انا سر شیده کن. توبه استغفر به ادبی که کمال در جاد بشی توبه کن. جسور چرا با سرم بوسکوارود کزدی؟ کمال من میلیس هستم به یاد نآوردی؟ آخر عدنان چی شد با تو؟ چرا با صدای زنونه گپ میزنی؟ حاضر حافظت برمیگرده. عدنان تو دیوانه شده ای؟ چرا بوسکوارود که میزنی مرا؟ نه معلوم شد که حافظه او را برگردانده نمیشود ولی باز یگان چاره دیگر میجویم. باید رفته با آنها همچون جنگاور گویم که داماد شما شده نمیتوانم وگرنه سنم را نمیدهند. خدایا با من یاری بکن. ای جنگاور ای دامادم ای ایس ای بیا دامادم جانم دامادم ای جانم ای تو رو یاد کردم. یک دقیقه من از کجا میدونم که تو جنگاوری حقیقی هستی؟ اگر ساخته باشی چی؟ باید این رو سنجم. رضوان کن اینجا بیایید. زودتر بیایید. رضوان این آدم رو زنید. چرا ایستاده اید؟ زنید توی رو. ایستید. چیکار میکنید؟ اینجا برای با شما جنگیدن آمدم. با خدا تو جنگاور هستی. دامادم
ای دامادم جان پسری من دامادی من ای مادر جان باید صحبت کنیم شد پسرم صحبت میکنیم ولی گوش کن این خیل میکنیم بیو به خونه رویم مادر جانت به تو چای تلخ دم میکند بیو پسرم رویم بیو مادر جان زحمت نکشید نه جانم چه خیل زحمت بیو پسرم بیو دامادم آمده چای نمیکنم مگر بیو کنی پسرم چایت رو نوش آخر خنک میشود دامادم چه خیل نوشد زنک جان نمیبینیم اگر نقاب دارد درست میگویی چه خیل آدمی با عقل هستی به خدا دامادم گیر نقابت رو کش هیچ کس نیست ما خودمون هستیم به نقابت احتیاج نیست کنی پسرم نقابت رو کش باز دامادم میشوی رویت رو بینیم همی خیل نی نقابم رو برآورده نمیتوانم برای چی پسرم شرطنامه دارم شرطنامه داری؟ بله جناب یک وظیفه مخفی دارم تا مهلت شرطنامه با پایان نرسد نقابم را کشیده نمیتوانم شد این خیل باشد شد ما همی خیل قبول میکنیم ولی گوش کن تا روزی توی باید نقابت را کشی دامادی نقاب دار می شود مگر همه همسایه ها می خندن خیر مادامی که دامادم میشوی و کارهای من یاری میکنی کم کم هم کنی کارهای من گفتید میخوام که برای من کار کنی هر دیمون یک جای باشیم هیچ کس مقابل ما ایستاده نمیتونه آخر دلگیر نکن خودیر دامادم رو آخر من چی گفتم زنک جان؟ ایستالا دامادم گوش کن چی میگویم با تو در نقشه های خودت یگون روز رو برای تویتون انتخاب کرده پسرم؟ بس است آخر مادرم یک بار اقلان از من پرسید که با جنگاور خاندار شدن میخوایی؟ این بار نمیپرسیم دخترم این خیل باشد بهوده داماد نگوید چون که من با جنگاور خاندار نمیشوم دخترم کمی خاموش ایست آخر جانم دامادم اهمیت نده او بعد از آن نامزدی با آن مؤذن به خود ناآمده ایستاده است دختر بیچارم معذرت میخوام از او نرنج من هم برای در همین مسئله گپ زدن آمدم خانم چمن خانم چمن به خدا از تو میرنجم آخر مادر جان میگفتی که پسرم گوش کنید خانم چمن لبای پسرم من داماد شما شده نمیتوانم چرا آخر؟ چه ها گفته ایستاده ای پسرم؟ گوش کنید خانم من بین هجری و سنم نمیدرویم هجری سنم رو سنم باشد هجری رو دوست میدارد نه من دوست نمیدارم دوست میداری دوست نمیدارم مجبورم تمام گپ رو دراز نمیکنیم بین هم من تو رو دوست نمیدارم من هم برای تو نمیمورم قادر فشارم بلند شده ایستاده است آرام باش زنک جان گوش کنید خانم چمن از راستی ببخشید چه خیلی که گفتم من دامادی شما شده نمیتوانم من جنگاورم دوستی نفرانی که مشکلی دارند و نفرانی که در خطر هستند وقتی اویله دار شدن را حالا ندارم معذرت میخواهم ایست یک دقیقه ایست نرو دامادم با کجا میروی باید روم خانم بعضی کارها رو باید حل کنم ایست نرو التماس به خدا همه این از پشت آن مؤذن شد میدانم به تو اثبات میکنم که دختری من آن مؤذن رو نه تو را بسیار دوست میدارد مادر من نه هجری رو دوست میدارم نه جنگاور رو هجری رو دوست میدار مرا دوست ندار از تو میپرسم اگر تو با او اهمیت نده دامادم ما تو رو بسیار دوست میداریم بخشش خانم رفتنم لازم ای دامادم کاری کرده ات رو دیدی سنم من چی کار کردم مادر ای به خدا دامادم رفت بچه رو از دست دادیم قادر رفت زنک جان زودا بیار قادر
ай бовар кун фишорам баланд шуд. ай ё худоё, ин ҳам фоида накард. инҳо аз ҷанговар даст намекашанд ҳаргиз. бояд дили санамро ба даст орам. чӣ кор кунам намедонам. охир ман ҳофизаи инро чӣ хел бармегардонам? куҷо шуд ин аднани ҷасур охир? маро мунтазир кард ба худо. ё худоё, чаро ин духтар ин қадар ба ман нигоҳ мекунад? аҷабо, кӣ бошад ин духтар? як лаҳза. духтари сковородка бад аст. аз ин духтар аниқ бояд дур бимонам. ин хел духтари зебои химчамиён бо ин бачаи ҳофизаашро аз даст додааст чӣ кор мекунад охир? ба ин иҷозат намедиҳам. мелис ба ман арзанда аст, на ба ин аблаҳ. хонум мелис, лоиқи шуморо надорад, вале аз таҳти дил ба ман як лабханд занед, ман қабул мекунам. мебахшеду, шумо кӣ ҳастед? ман такашӣ ҳастам. бори гузашта шинос шуда будем. ин акай он чашм танг аст ку? ин инҷо чӣ кор мекунад? боз бо ин саргардон мешавам. ташаккури зиёду қабул карда наметавонам. бисёр нозук ҳастед. ақламро аз сарам бурдед. ба ин нигоҳ куна. дар наздаш дӯстдоштаашро гап дода истоданду ӯ парво надорад. мебахшед хонум мелис, шумо бо ин аблаҳ чӣ кор мекунед? ман нафаҳмидам. шумо лоиқи беҳтаринҳо ҳастед. ҷаноби камол, шунидед дӯстдоштаи шуморо аз шарқи дур хостгор ҳаст. чӣ хел хуб. худо мукаммалтар гардонад иншоаллоҳ. ай не, ман дигар тоқат намекунам. аз ростӣ ман дигар тоқат карда наметавонам. охир ту чӣ хел мард ҳастӣ? ҳофизаат рафтааст, гуфта иҷозат медиҳӣ ки дӯстдоштаатро гап диҳанд? хоҳар, охир ман куҷои туро дӯст медорам? эй бародар, ту ин духтарро гирифта ба шарқи дур бубар. маро аз ин шиканҷа халос кун. бо сковородка маро зада ва чӣ ҳол овардааст? духтари сковородка бад аст. чӣ гуфтӣ ту? ана ба ту духтари сковородка бад аст. дастонатон дардро набинад хонум мелис. вақте ки бо сковородка ба сари ӯ задед, он қадар нозуку зебо буд ки... ту ҳам хомӯш шав. духтар, маро кӯ задӣ? вале аз ин одам чӣ мехоҳӣ? ту ҳоло ҳам гап мезанӣ? туро бегоҳ соати чанд ба хона гусел кунам азизам? соати 5 ҷонам. алекс рафта истодааст ба торикиҳо. алекс нарав ба куҷо? кадом алекс ҳам? ҳоло вазъи ҳаво, боду ҳаворо ба шумо мегӯям. рӯзона ҳарорат дар шаҳр 12 дараҷа гарм, шабона 4 дараҷа. тағйироти боду ҳаво дар тарафи ғарби кишвар боиси боридани борони зиёде гардид. бале тамошобинони азиз, охир он суханроние ки Доналд Трамп кард, дунё бояд бо ҳам иттифоқи дӯстӣ баста ҳамроҳ шаванду... салом устод, ман Тоҷиддин. салом, ман бошад устод Шарофиддин. маро гаранг кардед. сайрамҷон, ҳозир вақте омадааст ки ҳиҷри қатъӣ меҳрубон бошӣ, мисли рафиқаш рафтор кунӣ. зиқай
چند وقت که گذشت با دلش گرم میشه البته. شما پروا نکنید خاله جان. دختر جان اگر هجری پویت را زیر کنه این مهم نیست، عصبی نشه. رگ خونگر تزیر نکنه شید، فهمیدی؟ من خودم میدونم. فرمایلش برای کار دخترم. رحمت. سلام هجری جان، ممکن است بشینم؟ تشکر زیاد. از رد شدن این نامزدیت بسیار غمگین شدم. به هر حال گهواره بخشت هستم، ولی شاید اینش خوبتر است. شما با سنم آدم های گوناگون هستید، برای همین رد شد. التماس بخی برگم شو. من خوبی تو رو میخوام هجری جون. نمیخوام که برای او زیخ شوی. تو رو در اولین فرصت با جنگاور خیانت کرد. بسیار حال خراب داری. من تو رو در این حال تنها نمیگذارم، مثل گربه‌ای که در صحن حوله مسجد میگردد. چخیل تو رو رها کنم؟ آخر قادر میخوایی که از پشت اون مؤذن دامادم جنگاور از ما رنجیده دیگر نآید؟ زنک جان این خیلی میشود مگر؟ جنگاور دختر ما رو دوست میدارد. کمی ناموسش آمد، نخواست که بین محبت هجری و سنم در آید. جانم مگر این خیلی میشود؟ اصلا خودی اون مؤذن بین دخترم و جنگاور دامادم در آمده بود. مادر بهوده هوس نخور. آخر من جنگاور رو دوست نمیدارم، با او خانه‌دار نمیشوم. آخر با نفری که پلیس از پسش زندگی کردن غیر امکان است. ای گویا که جنگاور رو یافتی و خانه‌دار شدی سنم. اوف مادر اوف. روین کار میشود میشیدنی کار. البته جانم میشود. ما تو هم همی خیر بودیم. چمن جان خدا را شکر. آسیه جان خدا را شکر. آسیه با تو چی روزهای رو که از سر نگذروندیم؟ خدا جنگاور برکت دنیا در سرش بریزه. اگر او نمیشید ما چکو میکدیم؟ خدا خاک بگیره زر بگرده. آمین آمین. آسیه بیا که قادر بچه کمت در جانم زنی. قادر برادر، آخر اگر این مسئله گوربکش نمی بود دختریت بسیار زیبایی، ولی چکار کنیم؟ اگه خلاص شدیم. پسر شما هم بچه خوب بود، ولی ما هم از پسر شما خلاص شدیم. بخیر میشه. شما دخترتانه جنگاور دمیتین، ما باشه بچمونه سیرم دمیتیم. ببین که هر دی اویلا خوشبختن. با خود راست میگویی آسیه جانم. صدقه تو چمنه. یک دقیقه گوش کنید. اینجا چی گپ است؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. شما برای هجری سیرم دیوانه رو خوزگاری کردید؟ دخترم دختری قد بلند خوشرو. ببین هجری گوهر بخشت خطی خیلی وقتش خوشه. چی؟ آخر من کلمی شما بودم کو؟ هجری؟ این دختر تبین؟ من کمتر دختری دیوانه هستم، برای تو زیخ میشوم. هجری؟ میدونستم که با من خیانت میکنی. دوست داشته تو از وقتش همین شیطان بودم. میخیل نه؟ سنم تو چرا چونین میکنی؟ میدونی که هجری رو چقدر زیخ کرده ای؟ مگر برای یک جنگاور اینقدر او رو میرنجونی؟ بسیار حیران شدم. این با تو هیچ نمیزیبد. تو خاموش شو شیطان، در جایت بشین. با این گفتار دلم رو میشکنی. چرا با من چنین کردی هجری؟ چه خیلی؟ من با تو چیکار کردم سنم؟ با این شیطان اینجا چیکار میکنه ده؟ مثل دو آدمی با مدنیت نشسته ایم.
медонистам ки як рӯз маро тарк карда назди ин шайтон меравӣ. медонистам. бас кун санам. аз пушти корҳои бемаънӣ номзадиамонро барҳам додӣ, боз омада инҷо маро тӯҳмат мекунӣ. ин корҳо ба ту ҳеҷ намезебад. мебинӣ чӣ қадар ҳиҷриро ранҷондаӣ. дидӣ чӣ хел ғамгин шуд. магар меарзад ки аз пушти ҷанговар бо ӯ ин хел рафтор кунӣ. зиқ шавад зиқ шудан гирад. ба ман чӣ парвояшро надорам. бе ин ҳаман ҷанговар дорам, бо ӯ хонадор мешавам. чӣ? ман ба ту гуфта будам ин духтар ба ту хиёнат мекунад. нисбати ман чӣ хел ин корро мекунӣ санам? инҳоро пеш аз бо ин шайтон маро иваз кардан фикр мекардӣ ҷирӣ. акнун бисёр дер шудааст. ту чӣ сафзата мегӯӣ санам? ай ту шарм намедорӣ? чӣ хеле ки гуфтам, ман бо ҷанговар хонадор мешавам. ту бо ин шайтон хонадор мешавӣ. акнун арӯси ҷанговар намешавам гуфта будӣ. чаро фикратро иваз кардӣ? ҷанговар мисли ту нест, фаҳмидӣ? ӯ маро дӯст медорад. мисли ту булҳавас нест. ман ба ӯ хонадор мешавам. шумо якҷоя хонадор шавед. акнун ба шумо хушбахтӣ мехоҳам. охир ин духтар ақлашро хӯрдааст. хайр, акнун ту ба гирду атрофат каме назар кун. шояд бахтат наздик аст. مثل تو دنیا ندیده فصل عشق ما رسیده. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд.